ماشینو توربوش کرده، اوورهال خودش کرده، آورده ببینیم میتونه که اینجا که من بالا گفتم میاد. سرسیلند رو در بیاریم ببریم پورت رو کلا در آوردیم دیگه راحت. این وضعیت سرسیلنده خراب بوده یا تاقان سازی کردم، فقط روغن و فلان این بعد عوض شه. تاتونا کج بوده یا تاقان که زده، ببین پیستون گرفته سیلند. انتخاب پیستون برای Z24 توربو. این مسیرها بازه، این یه ذره کیپه، این کاملا بسته است. خب تو مرحله اول تاب میلنگ رو اندازه گیری میکنیم. اینجا 0 میلنگ رو میچرخونیم، اینجا نیم صدم، اینجا 1 صدم. خلاصی میلنگ هم اندازه گیری کنیم. با این پلاستیک ایجا خلاصی دقیق مشخص میشه. اینجا 5 صدمه، اینجا 5 صدمه، اینم 5 صدم. از پیستون فابریک استفاده کردم، بوست زیادی تو موتور رو نمی‌کنم، واسه همین از همین واشر معمولی استفاده می‌کنم. اگه خوب بود جواب داد باز می‌کنم یه بار دیگه، یه پیستون بهتر با یه واشر استیل می‌زنم. توربومو رفت تو میل فرمه، بعد اینو زاویه بدم بیاد بالا.